خب این چه ربطی داره به خواستن اونها؟ خواستن نیست. خب اینجا شما دارید چجوری بگم، شما فکر می‌کنید که مثلا ما 12 تا امامو خدا داریم حساب می‌کنیم، ولی اینجوری نیست. ما پیروی می‌کنیم، الگو قرار دادیم. الان مثلا این آخونده، این کلیپی رو که من گذاشتم لحظاتی پیش شما دیدی، مگه اینا آخوندهای شما نیستن؟ مگه شما یا علی نمیگید؟ مگر شما یا علی نمیگید یا فاطمه زهرا نمیگید؟ مگر به قبرهای اونها میرید؟ امام رضا میرید، مثلا حضرت معصومه میرید، کربلا؟ اشکال داره دوست عزیز. یا علی گفتن معنا اصلا معنای چیز نداره، فقط میگیم مثلا ای علی یا که ای فاطمه. نگفتیم که تو رو میپرستیم. مثلا این همه پرچم دستتون، این همه پرچم دستتون در تظاهرات ها روزای عاشورا، یا مهدی ادرکنی، ای مهدی به دادم برس. سوال من یه چیز دیگه ما این بودم گذاشتم. برادر عزیز ببینید، ببینید ما نمیگیم که شیعیان، من رو سوال شما میام. ببینید شما شیعه، من سنی، ما یک قرآن داریم، یک پیامبر داریم، یک قبله داریم. یعنی ما میتونیم اگر که واقع گرا باشیم، ما خیلی مشترکات فراوانی در بین خودمون داریم. مثلا بیایم همین قرآن رو اصل قرار بدیم، قرآن رو اصل قرار بدیم. من در هفته گذشته صحبت کردم، گفتم که اگر ما بخوایم وحدت واقعی بین شیعه و سنی بیاریم، باید یک اصلی داشته باشیم. مثل یک خونه‌ای که شما می‌خواید مثلا 10 طبقه خونه بسازید، اول این اساسات و پایه‌های این خونه رو، ستون‌های این خونه رو قوی می‌کنید، درسته؟ ما الان بیایم همین اساس وحدت، پایه وحدت، ستون وحدت رو قرآن قرار بدیم. مگر خداوند نگفته که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا؟ به ریسمان محکم الهی چنگ بزنید که قرآن کریم است و متفرق نشوید. بیایید من یک سنی، شما یک برادر عزیز شیعه، بیایید به قرآن چنگ بزنیم. قرآن به ما میگه غیر از خدا رو نخوانید. فلا تدعوا مع الله احدا، غیر از خدا کسی دیگری را نخوانید. بعد از اون آخوندان میان میگن که نه بخوانید. ما شیعیان هم همین داریم میگیم، ما شیعیان همین میگیم. ما میگیم که یک خدا داریم، یک کتاب خدا داریم به نام قرآن و ما اضافتا فقط 12 تا امام رو قبول داریم، ازش پیروی میکنیم و اونا رو الگو قرار دادیم. ولی شما اهل سنت دارید اشتباه برداشت میکنید، فکر میکنید نه جان برادر، ببین برادر عزیز، ما همین 12 امامی رو که شما قبول دارید، غیر از حضرت مهدی که ما میگیم به دنیا نیامده، شما میگید به دنیا آمده، به بقیه همین امامانی که شما بهشون اعتقاد دارید، اگر ما در نمازمون به اینها صلوات نفرستیم، نمازمون درست نیست. ما این اماما رو بیشتر از شما دوست داریم، اما در حقشون غلو نمی کنیم، از اونها کمک و مدد و یاری نمی جوییم. چرا؟ چون که الله سبحانه و تعالی به ما فرموده که باید بگیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها تو را می پرستیم و تنها ای پروردگار از تو یاری و مدد می جوییم. ما اینا رو بله، ما این امامان رو به عنوان اولیاء الله، به عنوان انسانهای بزرگ، به عنوان راهنما، به عنوان امام، به عنوان رهبر، به عنوان مرشد، به عنوان ولی قبولشون داریم. اما اینها نمیتونن کارهایی رو انجام بدن که الله سبحانه و تعالی انجام میده. مثلا امام نمیتونه به ما رزق بده، امام نمیتونه در حل مشکلاتمون به ما کمک بکنه، امام نمیتونه که رزق و روزی ما رو زیاد بکنه یا کم بکنه. هیچ یک از این اموری که جز صفات ویژه الله سبحانه و تعالی است، امام نمیتونه انجام بده. خب اینا رو ما قبول داریم آقای انصاری. پس ما با شما مشکلی نداریم. مشکل ما با سوال منو بدید. بفرمایید. سوال منو بدید. بفرمایید. پیامبر این حرفو نزده بود که من در میان شما یه قرآن گذاشتم، یه اهل بیتو. خب ادامهش رو بخونید. خب پیروی کنید. نگفته که اونا رو بخوانید. خب ما داریم پیروی میکنیم. خب شما کجا پیدا که آقای انصاری شما اهل سنت اگه این اهل بیت ما رو قبول ندارید، جایگزین اینا شما آماده اید یک بحث ببینید برادر عزیز، الان گفتیم که
ما از اهل بیت پیامبر، ما اهل سنت بیشتر از شما پیروی میکنیم. الان من از شما یک سوال دارم، شما الان که بخواید متوسل بشید به الله، مگر به امامان متوسل نمیشید؟ کجا؟ برای خواستن حاجتی از الله سبحانه و تعالی مگر به امامان متوسل نمیشید؟ نه خیر، ما مستقیم به خدا توسل میکنیم. خب همه شیعیان به امامان متوسل میشن، مگر شما کربلا نمیرید، امام رضا نمیرید، برای چی میرید اونجا؟ کربلا میریم به خاطر احترام اون بزرگا، به خاطر احترامی که یا حسین. الان رو گنبد امام حسین اونجا ببینید نوشته یا حسین، پرچمی که اونجا زدن نوشته یا مهدی ادرکنا. مگر اینا شرک نیست؟ خواستن غیر خدا نیست؟ نه آقای انصاری، اونا فقط صدا دادن اسمشونه. یا اینکه ما مثلا اونا رو خدا قرار بدیم یا که از اونها چیزی رو بخوایم، این چیزا نیست. ببینید الان شما مثلا شما الان وقتی که میگید ما به امامان متوسل نمیشیم، پس شما شیعه نیستید. چون مگه دعای توسل خب نیستید. ببینید مگر شما دعای توسل نمیخونید؟ این دعای توسل رو بخونید برای من بشنوم. سراسر شرک است، سراسر کفر است. آقای انصاری، اصلا شما درست میگید نه؟ میایین روی همین سخن پیامبر گفته بود من در میان شما دو چیز میذارم، یکی قرآن، یکی اطرت، یعنی همون اهل بیت. خب شما اگه میگید که ما 12 11 تا امام و بیشتر از شما شیعیان قبول داریم، پس چرا امام حنفی یا امام شافعی یا امام حنبل یا امام مالکی رو شما گذاشتید رئیس مذهبتون؟ چرا یکی از این اهل بیت نذاشتید رئیس مذهبتون؟ ببینید اونا رئیس مذهب به عنوان این نیستن که ما از اونها پیروی میکنیم. ما هرگز حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی از امام ابو حنیفه و امام مالک و امام احمد ابن حنبل و امام شافعی پیروی نمیکنن. یعنی از اونها هرگز پیروی نمیکنن. اونها فقط اومدن چیکار کردن؟ اومدن حرفهای پیامبر، احادیث پیامبر رو برای ما شرح دادن، توضیح دادن، فقط لا غیر، بیشتر از این نکردن. دقیقاً مثل که این که شما مثلا الان میخواید برید مثلا در مورد طلاق یک سوال دارید، شما نمیرید از هر انسان بپرسید، میرید پیش مرجع تقلیدتون میپرسید. مثلا مرجع تقلید شما کیه؟ مثلا میگم آقای مکارم شیرازیه. میرید دفتر آقای مکارم شیرازی، از ایشون میپرسید، چون که آقای مکارم شیرازی رو به عنوان یک مرجع تقلید در مذهبتون قبول دارید. دقیقاً امام ابو حنیفه و امام شافعی و امام مالک هم برای ما اهل سنت مثل همین مرجع تقلید هستن. ما مسائل فقهی دینمون رو میریم از اونا میپرسیم، اونا به ما میگن که بله این کار درست است یا درست نیست. اونا هیچ وقت نمیان در مسائل اعتقادی برای ما خط و نشان بکشن، چون مسائل اعتقادی مسائلی است که ما از قرآن و سنت میگیریم و در اعتقادات همه با هم مشترک هستن. الان مثلا شما الان نگاه کنین، یک لحظه شما الان نگاه کنید، این صفحه آقای آیت الله انصاریان هست که دیگه میشناسید ایشون رو، یکی از مراجع هستن در ایران. دوستان نشون بدن. من الان دعای توسل رو اینجا آوردم، ببینید. اللهم انی اسألک و اتوجه الیک بنبیک النبی الرحمه محمد صلی الله علیه و آله یا ابا القاسم یا رسول الله یا امام الرحمه یا سیدنا، بعد از اون یا حسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت الله علی خلقی یا سیدنا. همه اینا توسل است. بعد میگه و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیحة عند الله. خب اینا مگه اینا شیعه نیستن؟ اینا خوندا؟ یا شما شیعه تر هستید از اینا؟ نمیدونم بالا. نه آقای انصاری، این حرف شما درسته، ولی این به اون معنا نیست که ما اینا مثلا تصوریه که از اینا چیزی بخوایم، یعنی خدا اینا رو مثلا مقرر کنیم بگیم اینا خداست یا خدا 2 تاست یا 3 تاست یا 4 تاست. خدا یکیه. فقط ما 12 امام داریم، اونا رو الگوی خودمون ازشون پیروی میکنیم. من با شما ببینید والله من برای شما الان ثابت میکنم، بله من برای شما ثابت میکنم که من نسبت به آیت الله انصاریان و همه مراجع شیعه علی رو بیشتر قبول دارم. نظرتون چیه؟ نه آقای انصاری، شما گفتید که
مثلا ما از امام شافعی فقط همون احادیث پیامبر رو میگیریم، درسته؟ بله. پس این معنای سخن پیامبر چی بود که شما از اهل بیت من پیروی کنید؟ خب ما داریم پیروی میکنیم، ما داریم پیروی میکنیم. الان من برای شما ثابت میکنم پیروی میکنیم. الان شما یک آخوندی رو، یک آیت اللهی رو، یک مرجع تقلیدی رو بیارید که بگه که دعای توسل جایز نیست. الان من خدمت شما میخونم، میگه که یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبی، اینو به امام مجتبی میگه. خب یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله و قدمناك بین یدی حاجاتنا یا وجیحا عند الله اشفع لنا عند الله. و ببینید چی میگه، میگه که ای امام مجتبی، ای فرزند رسول الله، ای حجت الله خلق، نمیدونم فلان، ما به تو توجه میکنیم، ما تو رو شفیع خودمون قرار میدیم، ما به تو متوسل میشویم و تو رو در بین خودمون و حاجاتمون که از خدا میخوایم قرار میدیم. و ای وجیها عند الله، ای که تو در پیش خدا آبرو داری، اشفع لنا عند الله، شفاعت ما رو بکن در پیش خدا. این جملاتی که اینجا نوشته این جملات شرکی است. این توسل یک توسل شرکی است. خداوند میگه که و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما اشاره گردن نزدیکتریم. ادعونی استجب لکم، از من بخواهید تا شما را اجابت بکنم. الان شما در بین کل شیعیان جهان یک شیعه سراغ دارید که بگه این دعای توسل جایز نیست؟ همه میخوانن و همه قبولش دارن، درسته یا نه؟ خب الان من ثابت میکنم ما قبول نداریم. گوش کنید دوست عزیز، بیاید به یک نتیجه برسیم، بیاید به نتیجه برسیم. یک لحظه، خب معنایش همه میدونن برادر عزیز، معناش همه میدونن. الان ببینید همه شیعیان توسل به ائمه رو قبول دارن، درسته یا نه؟ آقای انصاری یک لحظه شما ببینید، میخوایم به یک نتیجه برسیم دوست عزیز، من بعداً فرصت میدم شما صحبت کنید. الان همه شیعیان توسل به امامان رو قبول دارن یا ندارن؟ توسل به امامان قبول دارن، چون خب تمام قبول دارن. انسان‌های پرهیزگار آفرین، درست، پیش خداوند دارن، درست، که اونا پیش خداوند واسطه میشن. درست، آفرین، همین درست. الان من سنی میگم که ما فقط باید به اعمال نیکمون، به صفات الله سبحانه و تعالی، به تلاوت قرآن، به پیروی از پیامبر و به اعمال شایسته و نیکویی که انجام میدیم به الله متوسل بشیم. این اعتقاد من سنی است. پیروی از اهل بیت رو ببینید پیروی از اهل بیت، اهل بیت مگر غیر از سنت پیامبر چیز دیگری میگفتن؟ من اینجا صحابه هم نگفتم، چون که ما ببینید ما صحابه و اهل بیت رو به عینهی از اونها پیروی نمی کنیم. اگر که اونها از قال الله قال رسول به ما گفتن پیروی می کنیم. ما نمیگیم قال عمر رو میزنیم به دیوار، قال ابوبکر رو میزنیم به دیوار، قال عثمان رو میزنیم به دیوار، قال عایشه رو میزنیم به دیوار. اونا به ما وقتی میگن که قال، ما میگیم قال عایشه، میگه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یا عمر روایت میکنه از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ما از صحابه پیروی نمی کنیم، ما از الله و رسولش پیروی میکنیم. الان ببینید ما میخوایم به یک نتیجه برسیم. این دعای توسل رو یک لحظه برادر عزیز، خیلی عذر میخوام، خیلی عذر میخوام، سفارش کرده بود به روی چشمان ما، قبول دارم. الان بیایم سر مسئله توسل. همه شیعیان جهان میگن که توسل باید به امامان 12 گانه بشه، چون اینا در پیش خدا جایگاه دارن. لحظاتی پیش شما هم همین رو فرمودید. الان من میگم که برادر، من از تو شیعه‌ترم، من علی رو بیشتر از تو قبول دارم، من پیرو علی هستم، من از علی اطاعت میکنم. دلیلم هم از خود کتاب علی برات میارم. الان ببینید اینجا این نامه خطبه 110 نهج البلاغه. دوستان این صفحه رو نشون بدن. این کتاب نهج البلاغه است، کتاب که به اصطلاح سیدنا علی رضی الله تعالی عنه نوشته و خطبه ها و به اصطلاح روایات ایشون هست. این کتاب نهج البلاغه ما هم چاپ نکردیم، خدا شاهد، وهابی هم چاپ نکردن، اهل سنت خودتون چاپ کردید، در قم هم چاپ شده و آقای حجت الاسلام دشتی هم اینو اومده ترجمه کرده. بله بفرمایید. بله خب من الان خطبه 110 نهج البلاغه رو خدمت شما برادر عزیز میخونم
ببینید که الان من شیعه هستم یا شما، من پیرو اهل بیت هستم یا شما پیرو اهل بیت هستید. در خطبه 110 نهج البلاغه حضرت علی میگه که دوستان عزیز شیعه خطبه 110 نهج البلاغه رو باز بکنید، هر کدومتون تو خونه نهج البلاغه دارید. خطبه 110 نهج البلاغه میفرماید که ان افضل ما توسل به المتوسلون الی الله، افضل ترین چیزی که انسانهایی که توسل میجویند به الله سبحانه و تعالی که باید به آن متوسل شوند چی است؟ الایمان به، ایمان به الله، و به رسوله، و ایمان به پیامبرش، و الجهاد فی سبیله، و جهاد در راه الله سبحانه و تعالی. فانه ذروة الاسلام، این رأس قله اسلام است. و کلمت الاخلاص فانها فطره، و کلمه اخلاص یعنی شهادتین. و اقامت الصلاة فانها مله، اقامت نماز برپا داشتن. و ایتاء الزکات، زکات دادن. فانها فریضه واجبه، که این فرض است و واجب است. و صوم رمضان، که روزه گرفتن در ماه رمضان. فانها جنة من العقاب، که این سپری است در مقابل عذاب. و حج البیت، و حج بیت الله. و اعتماره فانهما ینفیان الفقر، حج و عمره کردن که فقر رو از انسان دور میکنه. و یرهدان الذنب، و گناهان رو پاک میکنه. و صلة الرحم، یعنی با خویشاوندان نیکی کردن. فانها مطرات فی المال، که مال انسان رو زیاد میکنه. و منسات فی الاجل، که به اصطلاح عمر انسان رو طولانی میکنه. و صدقه السر فانها تکفر الخطیه، صدقه که در پنهان باشه که گناهان انسان رو پاک میکنه. و صدقه العلانیه، صدقه آشکار. فان تدفع میتة السوء، که مرگ بد رو، مرگ سو رو از انسان دور میکنه. و صناع المعروف، کارهای نیکو انجام دادن. افیضوا فی ذکر الله، ذکر الله رو بکنید. فانها احسن الذکر، که بهترین ذکر هاست. و ارغب فیها وعد المتقین فان وعده اصدق الوعد. ببینید در تمام این خطبه یک جا نگفته که یا ایها الناس به من و فرزندان من متوسل بشید. الان من شیعه علی هستم یا شما؟ بفرمایید. آقای انصاری، این گفته های حضرت علی ما قبول داریم، همشون هم عمل نمیکنیم. نمازش هم میکنیم، حجش هم میریم، همه کارهایی که اینجا گفته رو ما انجام میدیم. پس چرا متوسل میشید؟ یه چیزی بگیم، نه؟ پس چرا متوسل میشید؟ جسارت هم نمیکنم. چرا متوسل میشید در ایمان؟ میگم، اجازه بدید من میگم. فقط من میخواستم بگم که فرق ما شیعیان و اهل سنت اینه که شما اهل سنت اهل بیت پیامبر رو انسانهای عادی خیال میکنید. نه خیر، اونا انسانهای عادی نیستن. اونا یک آبرو پرهیزگار بودن، با ایمان بودن، با تقوا بودن، پیش خدا یه آبرویی داره. و خود پیامبر هم سفارش کرده که بعد از من شما از اینا پیروی کنید، گمراه نشید. کار داریم انجام میدیم و اونا رو یه آدمای خاص خداوند، آدمای انسانهای پرهیزگار قرار داده. ولی شما فکر میکنید که مثل بقیه آدم‌ها، مثل یزید و فلان و فلان و فلان، اونا مرتکب گناه یا مرتکب جنایت میشن. شما یه عقیده‌ای دارید. کی گفته این رو به شما؟ اینو خب معلومه دیگه، از رفتارتون، از صحبتاتون معلومه هم کارو. ببینید ما میگیم که امامان بشری هستن مثل ما. امامان بشری هستن مثل ما، همانطوری که رسول حالا این حرف هستن، ولی بشرهای با تقوا، با ایمان. خب با تقوا و با ایمانشون برای خودشون، اما ما چرا به اونا متوسل بشیم؟ خب همینجاست متوسل شدم وقتی که پیامبر من برای شما. پیامبر در کجا گفته که به اینها متوسل بشید؟ ما مسلمان‌ها باید از اینا پیروی کنیم که دوست عزیز الان امام علی در خطبه 10 نهج البلاغه میگه که به من متوسل نشید، به قرآن متوسل بشید، به سنت متوسل بشید، به اعمال نیکتون متوسل بشید. شما میگید نه، باید به علی و فاطمه و حسن و حسین متوسل بشیم. الان شما این دلیلتون از کجاست؟ علی گفته که به من متوسل بشید؟ منظورت از متوسل شدن چی؟ یعنی شیعیان چی رو میخواد؟ شما اینو به من لحظات پیش دعای توسل رو خوندم براتون. آقای انصاری، من که شیعه هستم، من فقط از خدا میخوام، فقط میرم اگه رفتم حرم امام علی یا امام حسین، فقط میگم که به احترامشون میرم، میگم شما آبرو دارید
خداوند، نه شما واسطه بشید. من از اونا همین نمیخوام. در کجا گفته؟ در کجا حضرت علی گفته که برید حرم یکی از فرزندان من اون رو واسطه قرار بدید؟ در کجا گفته؟ حالا حضرت علی که مجبور نبوده بیاد همچین حرف. خب مگه شما نمیگید شیعه علی هستم؟ شیعه علی هستم، بله بله. خب در کجا گفته که ای شیعه من برو به من متوسل شو؟ در کجا گفته؟ خب اینو که نگفته، ولی در کجا گفته که حالا تو برو نه که چیز کن، مثلا تو به من متوسل نشو؟ اینو کجا گفته؟ همین خطبه 110 نهج البلاغه اموری که باید انسان به اون متوسل بشه رو گفته. در اینجا نگفته به فرزندان من متوسل بشید؟ برادر عزیز من یه چیز بگم. همین توسلی که شما بهش اعتقاد دارید، همین توسل و واسطه‌ای که شما بهش اعتقاد دارید یک عقیده‌ای است که مشرکین زمان پیامبر داشتن. وقتی پیامبر و حضرت علی میرفتن پیش مشرکین میگفتن که ای ابو جهل، ای ابو لهب، تو چرا این بت‌ها رو میپرستی؟ میدونی چی میگفت؟ میگفت ما این بت‌ها رو نمیپرستیم، ما خدا رو میپرستیم. اما این بت به تصویر به اصطلاح چهره یک انسان صالحی که در بین اونها از جمله اولیا محسوب میشد، به چهره این بت رو ساخته بودن. میگفتن که این واسطه هست بین ما و بین خدا. دقیقاً همین حرفی که لحظات پیش شما گفتید. شما به صفحه تلویزیون نگاه بکنید، من این آیه را خدمتتون نشون بدم. در سوره زمر آیه 3 الله سبحانه و تعالی میفرماید که الا لله دین الخالص، آیا مگر دین خالص و بدون شرک تنها برای الله نیست؟ والذین اتخذوا من دونه اولیاء، کسانی که اولیایی رو غیر از الله میخوانند چی میگن؟ ما نعبدهم، ما که اینا رو پرستش نمی کنیم، الا لیقربونا الی الله زلفا، ما رو نداریم، ما آبرو نداریم پیش خدا، اینها ما رو به خدا نزدیک میکنن، اینا واسطه ما هستن، اینا وسیله رسیدن ما به خدا هستن. اگر حرف دیگری ندارید با شما خداحافظی میکنیم برادر. آقای انصاری حرف دیگری ندارم، فقط ما شیعیان اونجوری که شما فکر میکنید اون کارو نمیکنیم. نه جانم، جان برادر، والله من شما رو دوست دارم، من شما رو دوست دارم برادر عزیز شیعه، برادر عزیز شیعه. یک روایت از یکی از ائمه اهل بیت بیارید که گفته باشن که شما به ما متوسل بشید. باشه آقای انصاری، شما درست میگید، شما درست زنده باشید. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. دوست عزیز، مسئله این نیست که مثلا بخوام که ما شما بحث بکنیم، جدال بکنیم، من شما رو محکوم بکنم. من چقدر فرصت به شما دادم. میگم من از تو شیعه ترم، من شیعه علیم. ما اهل سنت پیرو اهل بیتیم. اهل بیت در هیچ جا نگفتن که شما بیاید ما رو واسطه قرار بدید بین خودتون و پروردگارتون. شما برید صحیفه سجادیه رو بخونید، دعای امام زین العابدین رو بخونید. در یک جا نگفته که ای خدای من متوسل میشم به علی ابن ابی طالب جد بزرگوارم و او را واسطه بین خودم و تو قرار میدم چون من زین العابدینم، او علی ابن ابی طالب بود. کجا گفته این رو؟ مستقیم از خدا خواسته. چون اصلا پیامبر برای چی اومد؟ پیامبر برای این اومد که همین واسطه و واسطه بازی رو از بین ببره، این پارتی بازی رو از بین ببره. این بت لات هست، این بت منات هست، این بت هبل هست، این بت فلان هست، این رزق میده، این روزی میده. الان همین کارو دارن میکنن. زیارت امام رضا است، این بخش زایمان است، این بخش نمیدونم فلان است. یکی میاد فرزند میخواد، یکی میاد نمیدونم این میخواد، یکی میاد اون میخواد. اهل بیت اینو نگفتن؟ الان تو پیرو اهل بیت هستی یا من؟ یک کم فکر بکنید. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. آقای ببخشید فامیلتون یادم رفت. انصاری هستم، به خدمت شما، بفرمایید. آره میخوام یه چند کلمه به این برادر صحبت کنم. بفرمایید. تلفن قطع کرد. اول اینکه این بنده خدا فقه دینه، فقه اهل سنت و اصول دین و فروع دین، اینا رو همه با همش قاطی کرده بود.
یعنی فکر میکرد مثلا ما میگیم امام شافعی ما فقه مثلا تا کجا مثلا دستمون تا کجا مثلا بشونیم پامون تا کجا، این فقه. این درست. بند خدا هنوز نمیدونه که ما اصول دینمون طبق اصول دینمون تو قرآن ثابت شده است. ما از رسول الله اهل سنت اصول صلی الله دینمون علیه وسلم از الله علیه و سلم از رسول الله مستقیم گرفت و طبق آیه قرآن میگه رسول الله میگه انا بشری مثلکم، من بشری مثل شما هستم. ما هم طبق این آیه قرآن رسول الله را بشر میدونیم. درست. این اولیاء الله هم که امام حسین اینا هستن خاک پای اوناست، درمه چشمونه، ما اونا را میذاریم رو سرمون. اما امام حسینی که ندونست شیعه کلاه میذارن سرش میبرنش اونجا، امام حسینی که نتونست تو 2 متری زمین آب بره بچه‌اش بیاره بیرون، امام حسینی که نتونست از بچه‌اش دفاع کنه، امام حسینی که نتونست، یعنی علم غیب نداشت. اگه علم غیب داشت میتونست این بچه‌هاش نبره اونجا و درست. اینا رو به کشتن نده. امام حسینی که زندهش نتونست از بچه‌ش دفاع کنه، امام حسینی که نتونست مادر خودش نجات بده، مثلا تو مثلا فوت کردنش پدرش رو نجات بده، مریضی اونا رو مثلا شفا بده، چجوری الان که زیر خاکه چجوری میتونه ما رو شفا بده؟ نمیتونه. ما اونا رو نمیپرستیم. اونا اولیاء الله هستن، اونا عزیز هستن، ولی فقط بشری هستن مثل ما، درست. نه کم نه بیشتر. ببخشید من مزاحمت شدم. زنده باشید. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. این بیننده عزیزمون آیه ای رو که ذکر کردن، دوستان اگر اینجا در صفحه مانیتور نشون بدن، این از سوره کهف است، آیه 110. و تعالی قل، بگو ای محمد. به کی بگو؟ به مؤمنین، به مسلمانان. انما انا بشر مثلکم، من بشری هستم مثل شما. یوها الیه، فرق من با شما چی است که خداوند به من وحی میکنه، وگرنه من بشری مثل شما هستم. انما الهکم اله واحد، خدای شما خدای یگانه است. یعنی چی میخواد بگه؟ الله میخواد بگه که ای بشر، ای محمد، به این بشر بگو، به این مسلمان ها بگو، به این انسان ها بگو که من محمد بشری هستم، انسانی هستم مثل شما. فرق من با شما اینه که به من وحی میشه، من توسط وحی کنترل میشم. این یک فضیلتی بود که الله سبحانه و تعالی به پیامبر داده بود. من خدا نیستم. انما الهکم اله واحد، خدای شما اون خدای یگانه است. فمن کان یرجو لقاء ربه، کسی که آرزوی دیدار پروردگارش را دارد، نیاد به من متوسل بشه، نیاد یعنی فکر بکنه که من میتونم اونو نجات بدم. فلیعمل عملا صالحا، عمل نیک انجام بده، عمل صالح تو رو نجات میده. ولا یشرک بعبادت ربه احدا، و در عبادتش با پروردگار کسی رو شریک نیاره. این است. یعنی فکر نکنید که پیامبر، علی، حسن، حسین، ابوبکر، عمر، طلحه، زبیر، فلان، علان اینو میتونن ما رو نجات بدن. پیامبر میگه که ای فاطمه دختر محمد، خودت را از آتش جهنم نجات بده. هرچه از مال و دارایی من میخواهی بگو تا به تو بدهم. قیامت نمیتوانم تو را نجات بدهم. چون این عمل هر انسان است که انسان رو نجات میده. شما هر چقدر که میخواید دوست داشته باش اهل بیت رو، عملش به عبادت ربه احدا.
کسی رو شریک الله. صدای تلویزیون رو ببندید بیننده گرامی. بله که دل ما میخواست خالی کنم. اگه امکانش باشه همراه همین اشخاص شما یک مناظرت بگیرین که بتون که همراه شما شریک بسازم تا که اگه امکانش بود از طریق برنامه شما یک جواب دندان شکن به می عیسوی هایی که درباره اسلام معلومات درست ندارن و توهین میکنن دین ما را یک جواب بدین که بتانیم که از خود دفاع کنیم. باشه، بسیار خوب. تشکر از شما مجید جان. زنده باشید برادر عزیز. بیایید در برنامه زنده تماس بگیرید. شبهاتتون رو مطرح بکنید و ما پاسخ میدیم. و ما برنامه‌ای داشتیم که استاد عبدالرحمن فاتح شبهات اینها رو پاسخ میدادن. شما در یوتیوب اگر که برید در صفحه عبدالرحمن فاتح بنویسید، سرچ بکنید در یوتیوب، حتما صفحهشان رو خواهید دید که یک برنامه منظمی داشتن در شبکه وصال هم برنامه داشتن در مورد به عنوان بازسازی اندیشه. بازسازی اندیشه رو ببینید در یوتیوب سرچ بکنید. در کانال یوتیوب وصال حق میتونید که این برنامه رو نگاه بکنید که شبهات اینا رو مفصل ما پاسخ دادیم. شما الان فرمودید که زنگ زدید جواب ندادن. اینا جواب نمیدن. اینا فقط اینو جرأت این رو ندارن که اینطوری تلفن بگذارن جلوشون بیننده بتونن تماس بگیرن و صحبت بکنن، بلکه میان همین شبهه پراکنی میکنن و همون حرفای تکراری رو هر روز تکرار میکنن. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. و اینکه لذت بردم واقعا. سلامت باشید. تشکر از شما. خواهش میکنم. خواستم تشکر کنم از برنامه خوب و حسن برخورد شما و این متانت شما و حوصله‌ای که به خرج میدید در رابطه با مسائلی که مطرح میشه. توجه میکنید و پاسخ خیلی زیبا میدید. خواستم تشکر کنم از شما. زنده باشید. زنده باشید. لطف کردید. الله یار نگهدارتون. تاکید میکنیم که قرآن کریم رو بیایم ما اصل قرار بدیم برای وحدت بین شیعه و سنی. من حرف ملاهای ما رو بذارید کنار، حرف آخوندهای شما رو هم بذارید کنار. بیایید در قرآن رو من سنی و توی شیعه در یک جو دوستانه، برادرانه، مملو از اخوت، اما یک نکته رو باید در نظر بگیریم که در پی حق باشیم، نه اینکه بخوایم که توهین بکنیم، اهانت بکنیم به هم دیگه، مثلا بگیم من تونستم تو رو مثلا ساکت بکنم. این نیست. ما بیاییم با اخلاق، با متانت، با صبر، با حوصله با هم دیگه بحث بکنیم و اصل رو قرآن قرار بدیم، اصل رو سنت صحیح پیامبر قرار بدیم، اصل رو به اصطلاح
اون اقوال صحیح اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار بدیم. مثلا من میگم بابا حضرت علی میگه که توسل به این چیزها بکنید. آخوند میاد میگه نه به اینا توسل نکنید، شما برید به امام رضا توسل بکنید. هدف چی میدونید؟ هدف اینه که شما بلند شید از شهرتون برید اونجا در امام رضا یک چند تومانی هم بندازید اونجا، بعد آخر سال این آستان قدس رضوی بیاد و این پولا رو جمع بکنه، بعد این آخوندا برای خودشون ساختمون بخرن، آپارتمان بخرن، ماشین لوکس بخرن، فرزندانشون در اروپا آمریکا برای عیاشی برن، خودشون زندگی آنچنانی داشته باشن. به خاطر همین دارن تشویق میکنن، چون از اهل بیت دکان درست کردن، به نام اهل بیت دکان باز کردن. هدفشون این است. هدف این نیست که والله شما رو بخوام ببرن به جنت، میگن به جهنم، خدا کنه که همه بشر برن به جهنم، جیب ما پر بشه. اینها برای خودشون دکان باز کردن. الان مثلا من یک مطلبی رو اینجا در لابلای صحبت دوست عزیزمون که داشت صحبت میکرد، من یک مطلبی رو اینجا باز کردم خدمت شما عزیزان میخوام نشون بدم. اینجا این رو دوستان اگر داشته باشن، این کتاب نهج البلاغه است و اینم شناسنامش و اینم به اصطلاح کلام 228. در اینجا آورده، در اینجا گفته که این به اصطلاح این مطلبی رو که حضرت علی فرمودن در مورد یکی از در مورد سلمان فارسی. حالا بیاین نص فارسی شما برای شما بخونم. این رو گفته که ترجمه خطبه 228 در تعریف سلمان فارسی که قبل از پیدایش فتنه ها درگذشت. نوشته خدا او را در آنچه آزمایش کرد پاداش خیر داد که کجی ها را راست و بیماری ها را درمان و سنت پیامبر را به پا داشت و فتنه ها را پشت سر گذاشت، با دامن پاک و عیبی اندک درگذشت، به نیکی های دنیا رسیده و از بدی های آن رهایی یافت، وظایف خود نسبت به پروردگارش را انجام داد و چنان که باید از کیفر الهی میترسید. خود رفت و مردم را پراکنده بر جای گذاشت. خوب این جملات را تاکید بکنید، نکته مهمی رو میخوام اینجا خدمتتون بیان بکنم. خود رفت و مردم را پراکنده بر جای گذاشت که نه گمراه راه خیش شناخت و نه هدایت شده به یقین رسید. الان اومدن در الان من خدمت شما نشون بدم اینجا در کدوم سال این کتاب چاپ شده. دوستان ببینید این کتاب رو در بهار سال 1380 این رو چاپ کردن. در این کتاب اومدن این رو تحریف کردن، در حالی که اینجا این ویژگی های سلمان فارسی نیست، این ویژگی های عمر بن خطاب است. در نسخه اصلی نهج البلاغه این ویژگی ها برای عمر بن خطاب ذکر شده رضی الله تعالی عنه و لحظاتی پیش یک برادر بیننده ای هم به همین به اصطلاح حدیث حضرت علی اشارت کردن. خب سلمان فارسی کسی نبود که مثلا حضرت علی بگه که خود رفت و مردم را پراکنده بر جای گذاشت. یعنی این اشاره به کسی است که زعامت و رهبری مسلمان ها را به عهده داشت که نه گمراه راه خویش شناخت و نه هدایت شده به یقین رسید. خب سلمان فارسی همچین جایگاهی نداشت که جایگاه رهبر باشه، مرشد باشه، یک خلیفه باشه، امام باشه. این بحث اینجا از یک شخصیت مهمی است. الان ببینید که در یکی از علمای گذشته شیعه این رو در کتاب خودش من خدمت شما نشون بدم، محمد جواد مغنیه، این رو در اینجا ببینید که چگونه بیان میکنه همین روایت رو. خب لله بلاء فلان، در اینجا میگه که این همین دقیقاً، حالا وقت کم است من نص عربیشو نمیخونم، وقتمون به پایان رسیده. بعد میگه که اینجا مراد به فلان کی است؟ ابوبکر است و همچنین گفتن که عمر هست و او اشهر، و این که عمر هست این مشهورتر است. خوب دقت بکنید، این رو محمد جواد مغنیه در جلد سوم شرح نهج البلاغه دارالعلم در بیروت این رو چاپ کرده، فی ظلال نهج البلاغه. در اینجا میگه که آقا این ابوبکر است و یا عمر است و عمر بودنش یعنی مشهورتر است. آقایون اومدن، آخوندها در الان اومدن به خاطر بغض و کینه و عداوتی که با اصحاب پیامبر دارن این رو عمر رو خط زدن، گفتن نه خیر این سلمان فارسی است. حتی سخنان حضرت علی رو به خاطر ایجاد عداوت و دشمنی در بین مسلمان ها دارن تحریف میکنن. این وضعیت این هاست.
به پایان برنامه رسیدیم. امیدوار هستیم که الله سبحانه و تعالی وحدت حقیقی و واقعی رو بین همه مسلمانان، همه اهل سنت و شیعیان و همه اطیاف مختلف اسلامی ایجاد بکنه که اساس و پایه آن قرآن کریم و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشه. تا فرصت دیگر که باز هم با آن روی سکه در خدمت شما عزیزان خواهم بود، همه تان را به پروردگار متعال میسپارم و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.